سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید در جریان سال جاری 45,000 متریک تن تخم‌های اصلاح شده و 100,000 متریک تن کود کیمیاوی سیاه و سفید را در سراسر کشور به دهقانان توزیع نمودند. شس کال د افغانستان په 40 ولایتونو په ټولو ولسوالیو په ټولو قریجاتو کې د 40,000 څخه تر 45,000 متریک ټنه پورې اصلاح شوي تخمونه او تر 100,000 پورې د کود کیمیاوي سپینه سره او توره سره د دې د ویش لړۍ جریان لري چې په اکثرو ولایتونو کې پای ته رسېدلې ده او په بعضو ولایتونو کې هم د تکمیل په حالت کې ده. برخی از دهقانان که از توزیع تخم‌های اصلاح شده زراعتی مستفید شدند، با خرسندی از این برنامه حاصلات به دست آوردهشان را رضایت بخش میگویند. امسال به ما یک بوجی گندم هم داده، اصلاح شده دوا هم داده، اصلاح شده تخم هم داده. ما در میدان است شما میبینین ما را کش کردیم، ما کش کردیم. امیدش داریم که آینده به ما زیادتر کمک کنه که به ما زیادتر باشه. نفعش در دولت هم است، در ملت هم است. وزارت زراعت افغانستان خواست ما است که دهقانا را حمایت کنه، تخم زیادتر بده، دیگه چیزا بده که دهقانا کاش بده که مثلا عاید خودش بگیره، دیگه نان نفقه‌اش دیگه از همونجا پیدا کنه. تخم‌های زراعتی را که به ما دولت توزیع میکنه بسیار مفید است، به ما بسیار خوبش است. حاصلات ما ترقی کرده در این وقتا. خود صرف از این او زراعتی ما یک ذره مشکلات خود داریم. با باور کارشناسان زراعت و مالداری، دسترسی بیشتر دهقانان به تخم‌های بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی کشور را به سوی خودکفایی در محصولات زراعتی میرساند. این تخم‌های بذری باعث تشویق و باعث فرصت‌های خوب ما از این فرصت چطور استفاده کرده میتونه. یک دهقان ما اگر 100 سیر تخم گندم کشت میکرد 200 سیر بس جمع‌آوری کرده نمیتونست. چرا؟ که تخم از وا تخمای خسک می بود، تخمایی می بود که زحمت دهقان نادیده گرفته میشد، آخر سال نمی‌مفاد میشد. تخم بذری یکی از خوبیایش شما فکر کنید اگر 100 سیر بکنن شاید 1500 سیر جمع‌آوری کنن. این خودش حمایت دهقان است.